گلهای تازه، برنامه شماره 103. با عود و آواز عبدالوهاب شهیدی، سنتور فرامرز پایور، کمانچه اصغر بهاری و ضرب محمد اسماعیلی. شعرها از شهریار و بابا طاهر. شعر ترانه از هما میرافشار. آهنگ محلی خرم‌آبادی با مقدمه و تنظیم از فرامرز پایور. گوینده فخری نیکزاد. صدا بردار محمد جهانفرد. نه وصلت دیده بودم کاشکی ای گل، نه هجرانت، که جانم در جوانی سوخت ای جانم به قربانت. تحمل گفتی و من هم که کردم سالها، اما چقدر آخر تحمل، بلکه یادت رفته پیمانت. چو بلبل نغمه خوانم تا تو چون گل پاک دامانی، حذر از خار دامن گیر کن دستم به دامانت. تمنای وصالم نیست عشق من مگیر از من، به دردت خو گرفتم نیستم در بند درمانت.
وصلت دیده بودم کاشکی وصلت دیده بودم کاشکی ای گل نه هجرانم که جانم در جوانی گفتی و من هم که کردم تحمل گفتی و من هم که کردم سالها اما چقدر آخر تحمل بلکه یادت رفته چو بلبل نغمه خوانم تا چون گل پاک دانی حذر از خار دامن گیر کن دستم به دامن حذر از خار دامن گیر کن دستم به
ز بس نالیدم از نالیدن ز بس نالیدم از نالیدن افتاد ز مغستان که بی صبورم خدایا داد از این دل داد از این دل که یک گشتم شد از این دل که فردا داد خواهم داد خواهم که فردا داد خواهم بگویم صد هزار داد از این دل دل بگویم صد هزار داد از
برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره